درویشی از کنار باغ کریم خان زند داشت عبور میکرد. چشمش به شاه میفته و با دستش اشاره به شاه میکنه. کریم خان زند دستور میده که درویش رو بیایید داخل. ازش میپرسه که برای چی به من اشاره کردی؟ درویش میگه نام من کریم است و نام تو هم کریم است و نام خدا هم کریم است. آن کریم به تو چه داد و به من چه داده؟ کریم خان زند که در حال کشیدن قلیونش بود ازش میپرسه که چی میخوای؟ هر چی میخوای بگو تا بهت بدم. درویش میگه چیز خاصی نمیخوام، همین قلیونت برای من کافیه. چند روز بعد قلیونو میبره بازار بفروشه. کسی ازش قلیونو میخره که داشته میرفته نزد کریم خان زند و دنبال یه تحفه خیلی خوبی بوده. در نتیجه جیب درویش رو پر از سکه میکنه. روزها ماها میگذره. درویش برای قدردانی و تشکر میره نزد کریم خان زند. وقتی چشمش به قلیون میفته به کریم خان زند میگه نه تو کریمی و نه من. کریم اصلی خداونده که جیب منو پر از سکه میکنه و قلیون تو هم سر جاشه. این داستان رو براتون تعریف کردم که بدونید هیچ وقت برای خداوند تعیین و تکلیف نکنید که از کجا و چه جوری میخواد بهت برسونه. خودش گفته من جایی که فکرشو نمی‌کنی بهت میدم، فقط ایمانت قوی تر کن. میخوام با تمام وجودت تو کامنت این پست بنویسی من به خداوند ایمان دارم و حتما این پست ذخیره‌اش کنی بفرستی برای 5 نفر دوستات به نیت اینکه ایمانشون قوی تر بشه. مرسی.